دوستان عزیز، بازم خوش آمدید. در سلسله گزارشات اتاق صنایع و معدن افغانستان قرار داریم و باز هم در نمایشگاه بزرگ هفته صنعت و در تالار قندهار آمدیم و در اینجا البته با شرکت بزرگ جوس قلاوال سر خوردیم. بله، بیننده های شما به این نام یعنی به نام پریزما آشنا هستین و بیاین که در رابطه به این شرکت معلومات بیشتر از زبان یک تن از مسئولین این شرکت بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ اسم شما؟ احمد فیصل. بسیار خوب. فیصل جان، بگوین در رابطه به نمایشگاه که امسال بخیر نمایشگاه چطور بود؟ بدلتان بود یا؟ واقعا روز به روز ما شاهد گسترده شدن این موضوعات هستیم و الحمدلله هماهنگی مردم افغانستان و همچنان رهبری حکومت توانستند که امی پروسه را بیشتر رونق‌تر بسازند به مردم افغانستان و همچنان یک وضعیت باشه که مردم افغانستان و همچنان سکتور خصوصی با هماهنگی یکدیگر بتوانند به دلچسب‌ترین مورد بیان اشتراک بکنند و از تولیدات وطن افغانستان و همچنان از افتخارات افغانستان مستفید شوند. بسیار خوب. در رابطه با فابریکیتون بگوین چقدر وقت میشه که فعالیت آغاز کردین؟ چقدر جوانان همراهیتون مصروف است؟ الحمدلله طبعا وقتی که یک صنعت در یک کشور رشد میکنه، فرصت کاری و همچنان فرصت سرمایه گذاری و فرصت سایکل اقتصادی زیادتر رشد میکنه و همچنان شرکت ما حدودا 7 سال میشه که فعالیت میکنه و الحمدلله در حدود 7 سال ما توانستیم در تمام افغانستان حتی کشورهای همسایه هم بتانیم صادرات خود داشته باشیم و کوریج مکمل در افغانستان داشته باشیم. در رابطه با تولیدات بگوین چند نوع جوز شما تولید دارین؟ فقط نوشابه بس یا چیز دیگه هم تولید دارین؟ از ما فعلا زیادتر ما فوکس ما سر یک برندینگ ساختن یک موضوع است. شرکت قلاوال توانسته خوشبختانه که امی پکیج یا پورتفولیوی خود از پکیج جوس را، یعنی فوکس اصلی ما زیادتر متمرکز با یک سایت کردیم که بتوانیم یک محصول خوبتر، یک پکیج بهترتر در مردم افغانستان عرضه بکنیم با کیفیت عالی و استاندارد عالی. فعلا ما فقط روی تمرکز ما بالای جوس هست و پکیج‌های مختلف با کیفیت‌های بالاتر و مختلف و همچنان دستاوردهایی که ما امیال فعلا شما مشاهده میکنید که تمام امو پکیج‌هایی که نیازمند مصرف کننده هستند را ما تمامش توانستیم الحمدلله به بازار عرضه بکنیم و تنها یک سطح از طبقات در نظر نگرفتیم. البته ما توانستیم که جوزهای خرد هم تولید بکنیم که بیشتر علاقمندی از یا طفل‌ها هستند. مثلا جوزهایی هم هستند که ما اولین وارد کننده ماشینری پرزما هستیم در افغانستان. البته که میشه پیام داشته باشین به هموطنان عزیز ما؟ پیام ما به افغانستان امی هستند که صنعت افغانستان الحمدلله در حال رشد هستند و حمایت و همکاری مردم افغانستان همراه با صنعتکار و تولیدات افغانستان خیلی ضرور می باشه. همانطور که دیگر کشورها رو ما میبینیم الحمدلله با ترقی بسیار زیاد رشد کردن، اونها از صنعت داخلی خود حمایت کردن و توانستن از طریق صنعت خود به جهانیان خود ثابت بسازند که واقعا کشورشان یک کشوری هستند که میتونه با تمام مشکلات ها و چالش هایی که هستند روی دست داشته بازم خدا به قلای موفقیت برسانند. تشکر است. قربانتان. تشکر میکنیم از شما هم بیننده عزیز که تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه بودید. تولید وطن، افتخار وطن.